من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين، جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين، أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين، نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين، في حفظه تحلو الأمور، ما خاب من يرجو المعين، نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين، بدلائل النور المبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم. بعد از این که در آیات گذشته دلایل مختلف و همچنین تخاویف و نمونه‌های از تخویف دنیوی برای اثبات توحید بیان گردید، اکنون قل اللهم مالک الملک در این آیه شریفه نتیجه و ثمره اون دلائل هست، نتیجه دلائل توحید. قل اللهم مالک الملک، بعد از اینکه ثابت شد لا اله الا هو العزیز الحکیم، بعد از اینکه شهد الله انه لا اله الا هو، بعد از اثبات توحید اکنون ثمره و نتیجه این هست که قل اللهم مالک الملک، بگو اللهم میدانیم و خواندیم که به معنی یا الله هست، اصلش هست یا الله، ندا هست. اللهم مالک الملک، ای اللهی که تو مالک الملک هستی. مالک الملک از نظر ترکیب صفت اللهم هست و انتصاب مالک الملک على الوصفیه،
عند المبرد و الزجاج. نزد امام ابو العباس مبرد که از ائمه نحو و لغت است و امام زجاج، این مالک الملک منصوب هست، نسبش بنابر وصفیت است. قل اللهم، اللهی که مالک الملک هست، صفت اللهم هست. روح المعانی گفته این را. به هر حال بار الها اون ذاتی که تو مالک الملک هستی. مالک الملک، گرچه ما پادشاه ترجمه میکنیم، پادشاه پادشاهان ترجمه میکنیم و شاهنشاه ترجمه میکنیم، فقط الله عزوجل است. اما اینکه پادشاه هست به معنی چیه؟ به معنی متصرف است، به معنی مدبر هست، به معنی کسی که در ملکش مختار کل هست. هر چیزی که بخواهد انجام میده. موت به دست او هست، هر کسی را که بخواهد میراند. حیات به دست او هست، کسی را که بخواهد زنده میکند. عذاب و شکنجه به دست او هست و امنیت و عافیت و راحت و آرامش هم به دست او هست. هیچ کسی در این تصرفات شریکش نیست. مالک الملک معنیش اینه. این مطلب را و این تفسیر را آلوسی نوشته. عنایت بفرمایید. فمالک الملک هو الملك الحقیقی. فمالک الملک هو الملك الحقیقی المتصرف بما شاء کیف شاء. اون ذاتی است که تصرف می کند، المتصرف بما شاء، هر چی بخواهد می کند، کیف شاء، به هر کیفیتی که بخواهد انجام می دهد. ایجادا و اعداما، یکی را به وجود میاره، یکی را نیست می کند، از بین می برد. احیاء و اماتتا، یکی را زنده می کند، یکی را می میراند. و تعذیبا و اثابتا، یکی را عذاب میده، به مصیبت گرفتارش می کند، یکی را نه اثابت، یعنی وضعش را خوب میکنه، از حالت عسر و مشکلات به درش می آورد. من غیر مشارک ولا مانع، در این همه کارهایش هیچ کسی که شریکش باشد یا مانع کارش باشد وجود ندارد. روح المعانی. پس این هست معنای مالک الملک. اون ذاتی هست که همه تصرفات، همه اختیارات، مدیریت مطلق این عالم به دست او هست. وقتی که به دست او هست، تؤتی الملک، این بعضی از تصرفات اینجا ذکر شده. بعضی از تصرفات چی شده؟ ذکر شده. تؤتی الملک من تشاء، میدهی پادشاهی را به هر کسی که بخواهی. و تنزع الملک ممن تشاء، میگیری ملک را از هر کسی که بخواهی. و تعز من تشاء، عزت میدهی کسی را که بخواهی. و تذل من تشاء، ذلت میدهی کسی را که بخواهی. این شمی از چی هست؟ از تصرفات است، بخشی از تصرفات است. این تشریح مالک الملک. می توانید تؤتی الملک بنویسید بخشی از ملک و تصرفات، یا تشریح مالک الملک. تشریح مالک الملک این است. اکنون فرمود تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء، یا تعز من تشاء و تذل من تشاء. یکی از مصادیقش جب بحث جنگ یهود و نصارا بود با رسول الله، هنوز تازه بحث نصارا شروع میشه. پس تؤتی الملک معنیش چی هست؟ فانت ان شئت تنزعه من یهود و تؤتیه محمد صلی الله علیه و سلم.
از یهود گرفتی دیروز اقتدار مال اونها بود، حرف اول را اونها می زدن، تحصیل کرده ها اونها بودند، حرف جدیدی برای گفتن اونها داشتند، اما امروز اونها کهنه شدند، اونها فرسوده شدند. امروز محمد صلی الله علیه و سلم آمده و تؤتیه محمد. پس هر کسی را که بخواهی بیدک الخیر، بیدک الخیر، فقط و فقط به دست تو هستی خیر. چرا گفتم فقط؟ چون خبر مقدم است. خبر که مقدم باشد مفید چیه؟ حصر است. فقط به دست تو هست خیر. ببینی الخیر تعریف الخیر للتعمیم. ابو السعود میگه تعریف الخیر للتعمیم، خیر را که معرفه آورده بر عموم دلالت میکند، هر خیر. و بعد تقدیم الخبر للتخصیص، خبر را که مقدم کرد چی را ثابت میکند؟ تخصیص را. پس معنی این میشه ای بقدرتک الخیر کله، فقط به قدرت تو هست خیر همگی، کله چون تعمیم بود نه عموم بود. لا بقدرت احد من غیرک، نه به قدرت کسی دیگر بغیر از تو. تتصرف فیه قبضا و بسطا، تصرف میکنی در آن خیر، از یکی بر یکی از یکی میگیری، قبض میکنی، جمعش میکنی، یک جای بسط میکنی، برای یک انسان خیر را فراخ میکنی، هر نوع خیر بهش میدی، دینی، دنیوی، مادی، علمی، حسب ما تقتضیه مشیتک، بر اساس آنچه که مشیتت بخواهد. حسب ما تقتضیه مشیتک ابو السعود. لذا این معنای بیدک الخیر است، یعنی همه خیر به دست تو است یا الله. به هر که بدی، از هر که بگیری، متصرف و مطلق تو هستی. انک علی کل شیء قدیر، بنویسید علت، چون که به درستی تو بر هر چیز قادر هستی، بر هر چیز توانا هستی. اینجا هم فقد حاجتی هم بنویس، یعنی وقتی که بر هر چیز قدرت داری ای قادر مطلق، حاجت من را هم برآورده بکن. قطعا این قادر حاجت شما را برآورده می کند. وقتی که شما بخوانید قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر. چه کلمات بلیغی هستند که بر قدرت لا یزال دلالت می کنند. خواندید که از آداب دعا اینه که انسان اول محسن را تعریف و تمجید بکند، مدح و حمد بکند، بعد از اون دعا بکند. لذا چه خوب هست که انسان در ابتدای دعایش اینو بخواند و بعد بگه انک علی کل شیء قدیر، بر هر چیز قادری، بر هر چیز که قادری، این حاجت من چیزی نیست، اقضی حاجتی، حاجت من را هم برآورده بکن. خب هنوز تتمه ما قبل مالک الملک گفتیم، تشریح مالک الملک تؤتی الملک هست، اینم ادامه همون تشریح. ای ذاتی که تولج اللیل فی النهار، داخل میکنی شب را در روز. قبلا هم این را عرض کردم، دو تفسیر گفتم. یکی شب را در روز داخل میکنی، یعنی روز روشن هست، یهو شب میاد وارد میشه تو روز میاد دیگه، کم کم روز را چکار میکند؟ احاطه میکند، روز را تحت پوشش قرار میده، روز میشه شب. بعداً شب هست همه جا تاریکی مطلق، روز در درون شب چی میکند؟ نفوذ میکند. کم کم میبینیم که تاریکی تبدیل میشه به روشنی. این یک معنا هست. یکی اینکه داخل میکنی شب را در روز، یعنی چی؟
یعنی از شب کم میکنی میکاهی و به روز اضافه میکنی، روزها را طولانی میکنی. این میشه در تابستان. یا اینکه تولج النهار فی اللیل، داخل میکنی نهار را در شب، یعنی از روز کم میکنی و داخل شب میکنی، شب را طولانی میکنی. این میشه در فصل زمستان. لذا الله میفرماید تولج اللیل فی النهار، داخل میگردانی شب را در روز، و تولج النهار فی اللیل، و داخل میکنی نهار را در شب، و تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی، و ای ذاتی که بیرون میکنی زنده را از مرده، و تخرج المیت من الحی، و در میاری بیرون میکنی میت را از حی. این هم چند صورت مفسران گفتند. یکی از صورتهایش تخرج الحی من المیت، مراد از میت کافر است، مراد از حی مؤمن و موحد است. از کافر مؤمن و موحد بیرون میکنی، از کافر مؤمن و موحد تولید میکنی، به وجود میآوری. از آزر بت تراش و بت پرست ابراهیم بت شکن و ابراهیم موحد به وجود میآوری. و تخرج المیت من الحی، باز از حی میت میسازی، از حی میت درست میکنی. یعنی از مؤمن، از موحد فرزند کافر و مشرک، از نوح پیغمبر، از نوح موحد کنعان مشرک به وجود میآوری. این کار الله است که قدرت خودش را نشان میده، بی پروا هست، هر چی که دلش بخواهد انجام میده. این یک تفسیر هست. بعضی گفتن که تفسیر دیگری گفتن که حی را از میت، یعنی انسان زنده را از نطفه که میت است، و همچنین مرغ را از تخم مرغ، کالفرخ من البیض والانسان من النطفه. عرض کنم که جوجه از چی درست میشه؟ جوجه زنده راه میره، پر میزند از تخم مرغ مرده که هیچ جان ندارد. و همچنین تخرج المیت من الحی، میت را از حی، یعنی از مرغ تخم مرغ، از انسان نطفه غیره. و تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی و ترزق من تشاء بغیر حساب، هر کسی را که بخواهی رزق میدهی بغیر حساب، هیچ حساب و کتابی نیست، بی حساب میده، بی شمار میده. یک انسانی از اول تا آخر چقدر رزق میخورد الله هست که به این انسان به این اندازه بی حساب میدهد. خب اللهی که این همه احسان دارد، این همه لطف دارد، این همه قدرت دارد، تصرف دارد، همه چیز در اختیار او هست، آیا سزاوار هست که انسان مؤمن و موحد با دشمنان اون الله دوستی داشته باشد؟ شما بندگان خدا، شما مؤمنان به خدا دوستی بکنید با دشمنان اون خدا سزاوار است؟ هرگز نیست. لذا الله می فرماید این زجر است بر مؤمنین برای ترک موالات، که ترک بکنن دوستی را با کفار، با کفار دوستی داشته نباشند. لا يتخذ المؤمنون الكافرین، الله می فرماید که مؤمنان نگیرند کافران را اولیاء، دوست، دوست دلی، دوست قلبی، دوست صمیمی. اولیاء یعنی چی؟ دوست
صمیمی نگیرند. من دون المؤمنین، بغیر از مؤمنین. مؤمنین را با مؤمنین دوستی بکنید، با کفار، مشرکین، کسانی که الله را قبول ندارند یا با الله شریک میگیرند، اونها را دوست خودتان قرار ندهید. و من یفعل ذلك فلیس من الله. الله میفرماید هر کسی این کار را بکند، یفعل ذلك پایینیت بینید موالات الکفار، هر کسی که دوستی کفار را بکند، فلیس من الله فی شیء، نیست از جانب الله فی شیء، در چیزی یعنی در جایگاه. یعنی چی من الله فی شیء؟ بعضی گفتن من دین الله فی شیء، دین اینجا مقدر است، یعنی در دین این انسان جایگاهی ندارد، عزتی ندارد، حرمتی ندارد، چون که این انسان اون چه دینی هست که با دشمن اون دین انسان دوست باشد، با دشمن خدا انسان محبت و دوستی قلبی داشته باشد. و بعضی گفتن فلیس من الله شیء، قرطبی گفته فلیس من حزب الله ولا من اولیائه فی شیء، فلیس من حزب الله ولا من اولیائه فی شیء، یعنی این با حزب الله هیچ جایگاهی در حزب الله نداره، این جز حزب الله نیست، جز دوستان خدا نیست. شما این تفسیر قرطبی را خواندید در آیه شریفه، لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر یوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم. یعنی مؤمنان را نمیابی که با دشمنان خدا دوستی بکنند، گرچه اون دشمنان پدرشون باشه، برادرشون باشه، فرزندشون باشه. پس ما این را خواندیم، این تفسیر اونجا تایید میشه، تفسیر القرآن بالقرآن. لذا فلیس من الله یعنی فلیس من حزب الله ولا من اولیاء الله فی شیء. قرطبی. الله می فرماید و من یفعل ذلك فلیس من الله فی شیء، هر کسی این کار را بکند پس نیز من الله از حزب الله فی شیء در جایگاهی، الا ان تتقوا منهم تقا، مگر بترسید از آنها ترسیدنی. بترسید از این بیان مدارات است، مدارات کردن با کافر، به ظاهر دوستی کردن، اونم از ترس او. قربان ما شما را دوست داریم، ما در خدمت شما هستیم، خب مجبوره به خاطر ترس، به خاطر منافع مالی، منافع مادی، منافع زندگی اصلا این اشکالی ندارد. اما محبت دلی، دوستی صمیمی ممنوع. الا ان تتقوا منهم تقا، دوستی را ظاهر بکنی و از اونها خوف داشته باشی. و یحذرکم الله نفسه و الی الله المصیر. مانع دوستی چیه؟ الله شما را برحذر می‌دارد از ذات خودش، می‌ترساند که نافرمانی خدا نکنید، این مانع است. و الی الله المصیر، فقط و فقط به سوی الله عزوجل، به سوی الله تعالی مسیر و مرجع است، رجوع شماست. خب اینجا ما خواندیم بیان تصرفات الله عزوجل. خداوند متصرف مطلق و مدبر مطلق است. قبلا خدمت شما با تکرار عرض کردم که برای الوهیت و معبودیت یک ذات و یک هستی چند تا شرط است؟ 2 تا. اول چی؟
اول اینکه انسان قدرت کامل داشته باشد، تدبیر و تصرف. و دوم خاصه دوم چی هست؟ علمی هست، علمش هم چی باشد؟ کامل. پس اونجا خاصه تدبیر و تصرف بود. قل ان تخفوا، این خاصه علمی خداوند بنویسید، خاصه علمی خداوند. ضمن اینکه خاصه علمی خداوند پایینش هم بنویسید تخویف هم هست. الله می فرماید قل ان تخفوا ما فی صدورکم، اعلام بفرما ان تخفوا، اگر مخفی کنید، ما فی صدورکم، آنچه که در دلهایتون هست، او تبدوه، یا اظهار بکنید اون را، یعلمه الله، الله میداند. هر چی که در دلتون باشه، یا هر چی که ظاهر و آشکار کنید، همه را الله میداند. نه اینکه فقط از شما انسانها را، بلکه و یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، میداند هر آنچه که در آسمان ها هستند، ذرات آسمان ها را خبر دارد. و ما فی الارض، هر آنچه که در زمین هست، از همه آنچه که در زمین است خبر دارد. والله علی کل شیء قدیر، و الله عز وجل بر هر چیز قادر و توانا هست. تخویف اخروی، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، روزی که میابد هر نفس، تجد کل نفس، میابد هر نفس، ما عملت من خیر محضرا، آنچه که انجام داده، ما عملت پایینش بنویس فی دنیا، آنچه که در دنیا انجام داده، من خیر، از نیکی، محضرا، میبیند همه حاضر شده. هر چی که کار خوب کردم همه اینجا حاضر هستند، همه مکتوبند، همه نوشتند. و ما عملت من سوء، و همچنین آنچه که انجام داده از سوء، از بدی، از کار بد، هر چی که انسان انجام داده، گناه کرده، گناه چشم، گناه دست، گناه قلب، گناه گوش، گناه دست و پا، همه خیانت ها هم اونجا معلوم میشه. الله می فرماید تود لو ان بینها و بینه امدا بعیدا، تحسیر مجرمین بنویسید یا تحسر مجرمین، حسرت مجرمین. چه حسرتی به دل دارد؟ تود لو ان بینها، تود دوست دارد. کی دوست دارد؟ نفس، مؤنث است نه؟ همین نفس مجرم. تود لو ان بینها، دوست دارد اینکه باشد بینها، بین او، بینها یعنی بین النفس، و بینه، و بین چی؟ ما عملت من سوء. بینه چیه؟ یعنی این مجرم دوست داره بین کارهای بدش و بین خودش امدا بعیدا، فاصله دوری باشد. کاش که من این سر زمین بودم، گناه اون سر زمین با من خیلی فاصله داشت. تود لو ان بینها، دوست دارد این نفس مجرم، ان بینها، بین این نفس، و بینه، بین ما عملت من سوء، امدا بعیدا، فاصله دوری باشد. و یحذرکم الله نفسه، الله شما را می ترساند از ذات خودش. والله رؤوف بالعباد، علت یحذرکم بنویسید. چرا خدا می ترساند؟ چون الله مهربان است نسبت به بندگان، لطف دارد نسبت به بندگان، دوست دارد بندگان نجات بیابند، دوست دارد بندگان به هلاکت و عذاب گرفتار نشوند. لذا الله عزوجل شما را از ذاتش، از عذابش میترساند، از گرفتش میترساند. قل ان کنتم تحبون الله، اکنون الله عزوجل
باز هم تخفیف بیان میفرمد اما على سبیل الترقی. قل ان کنتم تحبون الله، بگو اگر شما خدا را دوست دارید، بزعمکم، طبق گمان خودتان، فاتبعونی، من محمد صلی الله علیه و سلم را اتباع بکنید. ببینید اطاعت خدا بدون اتباع محمد ممکن نیست. هستند کسانی امروز به نام مسلمان و شعار هم خوبی دارند، حسبنا کتاب الله، میگن فقط کتاب خدا کافی هست، خودشون را از احادیث رسول الله مستغنی میدانند، بی نیاز میدانند. بدون محمد و بدون رسول الله امکان نداره انسان به خدا برسد. خب اتباع محمد را انسان از کجا بکند؟ از سنتش، از سیرتش. سنت و سیرتش در کجا هست؟ در احادیث، در گفتارش، در اقوال زرینش. لذا شما میگید که حدیث را ما قبول نداریم، انکار حدیث میکنید، اینا منکرین حدیثند. انکار حدیث بدون رسول الله، بدون سنت رسول الله، میخوای به خدا برسی؟ این خیال است و محال است و جنون. الله میگه ان کنتم تحبون الله، اگر خدا را دوست دارید، فاتبعونی، من محمد را پیروی بکنید، فی کل ما امرتکم و نهیتکم، بنویسید در چه اتباع بکنید؟ هر چی که شما را امر کردم اونو به جا بیاورید، هر چی که شما را نهی کردم از او باز بیایید. فاتبعونی، من محمد را اتباع بکنید. لذا محبت خدا بدون اتباع رسول الله، بدون اقتداء رسول الله، پیروی رسول الله ممکن نیست. و من یطع الرسول فقد اطاع الله و من یعص الله و رسوله، یعص الله و رسوله، عصیان رسول عصیان الله، اطاعت رسول اطاعت الله ممکن نیست. لذا الله می فرماید قل ان کنتم تحبون الله، اعلام بفرما اگر شما دوست دارید الله را، فاتبعونی، اتباع و پیروی بکنید من رسول الله را. اون وقت ارتقا پیدا میکنید. اول محب الله بودی، نه؟ از محبیت ارتقا پیدا میکنی به محبوبیت. ای ترتقو من المحبیت الى المحبوبیه یحببکم الله. معنی شما ترقی میکنید، رشد میکنید. اول محب الله بودی، الان میشی محبوب الله. اول تو خدا را دوست داشتی، الان خدا هم تو را دوست دارد. یحببکم الله، الله شما را دوست می‌دارد. و یغفر لکم ذنوبکم، گناهان شما را معاف می‌فرماید. والله غفور رحیم، الله عز وجل بخشاینده و مهربان هست. الان تفصیل فاتبعونی، قل اطیعوا الله پایین بنویس تفصیل فاتبعونی، من محمد را اتباع بکن. یعنی چطور؟ قل اطیعوا الله والرسول، اعلام بفرما اطاعت کنید الله را و رسول را، الله را و رسول را اطاعت کنید. خب الله را در قرآن اطاعت میکنید، دستورات خدا. رسول را در کجا؟ رسول را، رسول گرچه اطاعت رسول اطاعت الله بالعکس هم، ولی دستورات رسول، سنت رسول، روش و منش رسول در احادیثش هست. قل اطیعوا الله والرسول فان تولوا، اگر آنان اعراض کردند،
فإن الله لا يحب الكافرين. خداوند آن کافرین را دوست ندارد. ببین اینجا از نظر اختصار و فصاحت نیازی نبود که الکافرین بیارد، چون بحث اینها قبلا گذشت. اگر اینجور میشد هم کافی بود. فإن تولوا فإن الله لا يحبهم. اگر اینها اعراض بکنند خدا اونها را دوست ندارد، ولی نگفت لا يحبهم. چی گفت؟ لا يحب الكافرین. این را چی میگن؟ وضع المظهر موضع المضمر. چیزی که اسم ظاهر الکافرین را گذاشت موضع مضمر. هر جا که وضع مظهر موضع مضمر باشد اونجا نکته مد نظر است. پس اینها این نکته در واقع یک نوع فتوایی هست. این فتوایی هست که اینها که رسول را اطاعت نمی کنند، از رسول سرپیچی می کنند، از حکم الله و رسول، اینها کافرند. اون وقت انتظار داشته نباشند خدا اونها را دوست داشته باشد. فإن الله لا يحب الكافرین. خداوند این کافرین را که سرپیچی می کنند، تمرد می کنند، دوست ندارد. کدوم انسان ها را خدا دوست دارد؟ اونهایی که فاتبعونی، من محمد را اتباع می کنند. ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران. از اینجا مبحث با مسیحیان آغاز می شود. روی سخن مسیحیان نجران هستند. در ابتدای سوره هم عرض کردم که گروهی از مسیحیان نجران، منطقه‌ای بود، آمدند، حدود 70-80 نفر بودند، برای بحث و مناظره، برای تحقیق و تفحص خدمت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمدند و شبهاتی و سوالاتی مطرح کردند. الله تعالی به سوالات اونها و به شبهات اونها پاسخ دادند. اونها یکی از سوالاتشون این بود که چرا خداوند در کلماتی عیسی را ابن الله، کلمت الله گفته؟ اینها دلالت بر چی میکنن؟ بر جزئیت خدا، جز خداست، بخشی از خداست. بر الوهیت دلالت میکنند، بر بنوت و فرزند بودن دلالت میکنند. الله تعالی در این سوره جواب میدهد. ملاهای و سردارانی در رأس اینها بودند. یکی عاقب بود، یکی سید بود، یکی ابو حارث بود. اینها به نمایندگی از بقیه قوم با رسول الله صلی الله علیه وسلم سخن گفتند. خب یکی از دلائلشون، یکی از ادعاهایشون اینه که عیسی علیه السلام فرزند خداست، ابن الله است. الله تعالی اینجا در این دلیل توحید که دلیل عقلی سوم هست، خداوند بین انبیاء خودش و بین پیامبران خودش چی میکند؟ ثابت میکنه که اینها همه از همدیگر متولد شدند، پدر و پسرند، بنوت و ابوت وجود دارد. یکی فرزند، یکی پدره، یکی فرزند، یکی مادره. خب وقتی که ذریتا بعضها من بعض، اولاد هم دیگه هستند. اولاد بودن وقتی که ثابت شد، احتیاج ثابت میشه، نیاز ثابت میشه. فرزند در وجود خودش احتیاج به پدر دارد، پدر به پدر خودش. پس این نوع احتیاج هست. احتیاج با الوهیت در تضاد و تناقضند. کسی که محتاج باشد نمیتونه اله باشد، چون که محتاج خودش نیازمنده، چگونه میتواند حاجت دیگران را برآورده بکند؟ لذا الله میفرماید ان الله اصطفى، بدرستی الله برگزید آدم را و نوح را و آل ابراهیم را
و آل عمران و آل عمران را یعنی بی مریم و عیسی را علی العالمین هر یک را بر عالمین زمان خودشان، هر یک را بر عالمین زمان خودشان. ذریتا بعضها من بعض، این ذریتا بدل است از آل ابراهیم و آل عمران. این آل ابراهیم و آل عمران اولاد هستند، بعضی ها از بعضی متولد شدند، بعضی ها از بعضی متولد شدند. ببین ذریتا، از ذریه چی ثابت شد؟ احتیاج. اینجا عبارت آلوسی را میخوانم که چگونه از ذریتا استدلال گرفته. گفته ان نصارى نجران، مسیحیان نجران لما غلوا فی عیسی، وقتی که در عیسی چی کردند؟ غلو کردند، افراط کردند. و جعلوه ابن الله سبحانه و تعالی، و او را فرزند خدا خواندند و قرار دادند. و اتخذوه الها، و او را اله قرار دادند. و جعلوه ابن الله سبحانه و تعالی و اتخذوه الها. نزلت ردا علیهم، این آیه به منظور رد بر اونها چی شد؟ نازل شد، به منظور رد بر اونها. و اعلاما لهم، اعلام شد به اونها که بانه من ذریه البشر، عیسی از اولاد چی هست؟ بشر هست. المنقلبین فی الاطوار، اینکه احوال مختلفی میگردد. یک زمان جنین هست، بعدن طفل میشه، بعدن کودک، بعدن بزرگتر نوجوانه، بعدن جوانه، بعدن پیر. اطوار و احوال مختلفی می آید. المنقلبین فی الاطوار المستحیل علی الاله، حالات مختلفی که محال است بر اله چنین حالاتی بیاید. اله متغیر نمیشه، اله به یک حال است. این که متغیر میشه این دلیل چی هست؟ الوهیت نیست، دلیل عبدیت و بندگی هست، روح المانی. لذا الله می فرماید ذریتا بعضها من بعض، اولاد هستن بعضی از بعضی. والله سمیع علیم، الله عزوجل شنوا هست دعاها را، علیم دانا هست احوال را. دعا را فقط الله میشنود، احوال دل را فقط الله خبر دارد. اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما فی بطنی. الله اکنون این ذریت را ثابت میکند. چطور ذریه؟ چطور متولد شد؟ ببین عمران پدر مریم هست. عمران یکی از مجاوران و یکی از عابدان خداوند بود در بیت المقدس. عمران یک انسان بسیار صالح، بسیار نیک خصلت. اما زمانی که خداوند مریم را در شکم مادرش قرار داد، عمران فوت کرد. میگویند اسم مادر مریم حنا بود. حنا، بعضی میگن یوحنا، بعضی میگن حنا، والله اعلم، اینا لازم نیست ما بدونیم. وقتی که عمران فوت کرد، خب نیکان عابدان همسرانشان هم عابده هستند، مخلصه هستند. اینجا الله عزوجل از اخلاص مادر مریم تعریف میکند که چه آرزویی داشت، چه تمنایی داشت. آرزویش این بود که این حملی که در شکم دارد پسری باشد که به بیت المقدس تقدیمش بکند، مثل پدرش خادم بیت المقدس باشد و مثل پدرش عابد باشد، الله را عبادت بکند، از دنیا ببرد، از دنیا فاصله بگیرد. لذا نذر کرد، وقف کرد. الله تعالی به اخلاص انسان نگاه می کند. اخلاص این انسان را نگاه کن
اخلاصش چی آفرید، چی درست کرد، چی شد آخر. الله تعالی می فرماید اذ قالت امرأة عمران، زمانی که گفت زن عمران، همسر عمران، رب انی نذرت لك ما فی بطنی، بار الها من نظر کردم برای تو، ما فی بطنی، آنچه که در شکم من هست، لک یعنی لعبادتک، قرطبی، برای عبادت تو نظر کردم، آنچه که در شکم من هست محررا، آزادش بکنم برای عبادت، از بقیه کارهای دنیا فارغ، آزاد، هیچ کار نکند، فقط عبادت تو را بکند. فتقبل منی، پس تو قبول کن، بپذیر از من، انک انت السمیع العلیم، بدرستی که تو سمیع هستی، علیم هستی، هر چیز را میشنوی، هر چیز را میدانی، نیت من را، اراده من را، اخلاص من را میدانی. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين، جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين، أسمى المعاني في السطور، نسمو بها دنيا ودين، نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين، في حفظه تحلو الأمور، ما خاب من يرجو المعين، نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين، بدلائل النور المبين. من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين، جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين.